دو تا کلمه تو زبان عربی هست که خیلی وقتا اشتباهی به جای هم به کار میرن. بیاید یک بار برای همیشه پرونده این دو تا کلمه رو ببندیم و امروز تمومش کنیم. کلمه نعم و کلمه بلا وقتی در جواب سوال منفی میان. سوال منفی یعنی چی؟ یعنی وقتی دارم بهتون میگم الم تقم بذلک، یعنی انجامش ندادی، شما در جواب اگه بگید نعم یعنی سوال منفی رو تایید کردی، یعنی گفتی آره انجام ندادمش. اما وقتی بگی بلا میشه چرا اتفاقا انجام دادمش. پس این بلا وقتی تو جواب سوال منفی میاد یعنی چرا به همین راحتی. حالا نوبت شماست، به هم بگید الم تذهب الى بیت جدک، نرفتی خونه پدر بزرگت؟ جواب رو برام تو کامنت ها بنویسید.